این لیمو ترشه، اینم نمک. با اجازه. خیلی ترشه. نمیدونم بزاق ترشح شد یا نه، اما واقعیت اینه که این لیمو شیرینه، اینم شکره. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ افکار رو بدن ما تاثیر میذاره. اگه یه اتفاق واقعی نباشه، اگه بهش فکر کنی، مغز فکر میکنه واقعیه. مغز فرق واقعیت و تخیل رو تشخیص نمیده و برای هر دو واکنشی یکسان نشون میده. تو زندگی هم همینطوره. یه سری مشکلات هست که تا حالا اتفاق نیفتاده و شاید هیچ وقت هم نیفته، اما وقتی بهش فکر میکنی، مغز فکر میکنه واقعیه. وقتی به چیزای بد فکر میکنی، حالت بد میشه، بی انرژی، عصبی میشی، افسرده میشی. اگه برعکس باشه چی؟ به موفقیت فکر کن، به ثروت، شادی، حال خوب، خبرهای خوب. وقتی به اینا فکر میکنی، مغزت فکر میکنه اینا واقعیه و حالتو هر روز بهتر و بهتر میکنه. و برای موفقیت چیزی که نیاز داری فقط یه حال خوبه.